پیش از یک گپ نوشتن اولا فکر که بعد بنویس که همون سخن بر علیه خودت تموم نشود. خب اون ملاهای اینترنتی که تو دیدهشون زیناکاری میکنن، اونها اصلا ملا نیستن، اونها را نامشون شما ملا گذاشتگی هستی. خب شما ملای واقعی را دیدگی نیستی. الله رب العالمین دروغ نمیگه. الله رب العالمین در قرآن میفرماید انما یخشی الله من عباده العلماء، همون از خداوند بیشتر علما میترسن. خب پس خداوند میگه که عالما از خدا بیشتر میترسن و تو میبیای میگی که ملاهای اینترنت به زنها دست درازی میکنن. خاک بر سرت، الله دروغ میگه. او کسایی که دست درازی کردن اونها فاسق بیش نیستن، اونها را نامشون شما ملا گذاشتگی. اونها ملا نیستن، شما ملای واقعی را دیدگی نیستی. ملای واقعی یک شخصی با تقوا و پرهیزگار میشود، از کمترین چیزهای شبهناک پرهیز میکنه. خب بگذار اینا را. یک گپ نگو که بر علیه خودت تمام شود. در این قضاوتی که تو کردی، اگر بگیریم خودت یک زنی با حجاب هستی مثلا، و ما بگیم که همین زنهای حجابدار همش زیناکار هستن، انسانهای پست و فرومایه هستن، همین را خودت چه قبول میکنی؟ یا اینکه خودت آموزگار هستی، در یک دانشگاه یا که در یک مکتب میانات آموزگار هستی، معلمه هستی، و ما بگیم که همین معلمای مکتب یا که کدومی که معلمه کار میکنه همش زیناکار هستن، فاحشه هستن، همین را تو خودت چه قبول میکنی؟ یک گپ نگو که دردی سری خودت نشوه، یک سخن نگو که بر علیه خودت تمام نشوه. پس این همین خودت ما بگیم یک زن فاحشه هستی، قبول میکنی امیره؟ اگر خودت حجابدار باشی، زنهای حجابدار هم هستن که زنا بکنن. اگر خودت به حجاب باشی، زنهای به حجاب هم هستن که زنا بکنن. با خاطر یک نفر بگم که همه امینا زناکار اصلا میشوه؟ این کارهای، این گپایی که شما گپ میزنی از انصاف بیرون است. خواهر عزیز، اگر شما نصیحت قبول نمیکنی، نکنی، ما را گوش نکنی، من از شما خفه نمیشوم. خب ولی این خدر تنقید نکنی، دعوتگرا و نصیحتگرا را در چشم مردم سیاه نکنی. بگذار شما گوش نمیکنی نصیحتگرا را، بگذار دیگرا گوش بکنن، ولی شما اینقدر این نصیحتگرا را سیاه نکنی که دیگرا هم دیگه سخن ملاها را، سخن عالمای دین را گوش نکنن و یک ضربه بر اسلام و مسلمین بشوه. از الله بترسی. گوش نمیکنی، گوش نکنی.